در دولت‌های سابق شوروی و باز برمیگردیم به مردم تاجیکستان، آنها تنها یک روزی 27 شما گفتید که شما حتی گفتید که شب تاق در بعضی منطقه ها دیگر شب است، اما مردم تاجیکستان تنها یک شب را انتخاب کردند و یا 3 شب آخر را انتخاب کردند و در همون شب را انتظار میشن. با اونها شما چی گفتنی هسته؟ چی نصیحت، چی پند است برایشان؟ شب 27 از جانب الله تعالی معین نشده است. از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان حدیث صحیح در دنیا نیست که پیامبر علیه السلام گفته باشند که شب قدر شب 27 است گفته باشند، نیست. بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما در شرح حدیث بخاری هستیم، چندین حدیث ها رو شرح دادیم، در همش میگویند که شب قدر رو در دهه آخر جستجو کنید، در شب‌های ویترش جستجو کنید، لیکن جستجو کنید شب 27 نیست. شب 27 از بعضی صحابه ها ثابت شده است که قسم میخوردن که شب 27 است. ماهی یک چیزی دیگر، شب قدر قول صحیح چی است نگفتیم. گفتیم که قول صحیح در دهه آخر است، لیکن و یک شب معین نیست که مثلا شب 24 هر سال شب 24 نه، تتنقل گفتن این سال شب 24 باشد، سال آینده شب 29 هم است، ممکن سال آینده شب 21 است، تنقل می‌یابد گفتن علما. برای چی آن آدم هایی که شب 27 گفتن و قسم به نام الله می‌خوردن که شب 27 است، شاید همان شبی که آنها شب زنده داری کردند و سحریش آفتاب شعاع نداشت و پیشانشان به لای سجده کرد، گفتن که این شب انیق شب قدر بود، گفته قسم خوردن همان شب در نظر دارن، همان سال همان شب 27 بود. لیکن قولشان مردم همین قولشون حفظ کردن تا زمانی ما اومد.